امروز میخوام درباره یکی از ترسناکترین پرونده‌هایی صحبت بکنم که تمام یک کشور رو در سکوت و وحشت فرو برد. پرونده‌ای که پلیس رو سردرگم کرد، کارشناسان رو به اشتباه انداخت و هفته‌ها میلیون‌ها نفر فقط یک سوال داشتند: چطور ممکنه همچین اتفاقی واقعاً افتاده باشه؟ این ماجرایی که هرچی جلوتر میریم تاریک‌تر و غیر قابل باورتر میشه و حتی سالها بعد هنوز اسمش لرزه به تنها میندازه. سلام، من پریسام با یه پرونده جنایی دیگه تو کانالم همراه شمام. هر جنایت یک داستانی داره، اما قبل از شروع داستان امروز لازمه که یادآوری کنم تمرکز این ویدیو فقط بر روی تحقیقات و مستندسازی پرونده جنایی واقعیه و هیچ هدف دیگه‌ای نداره و تمامی داده‌ها از قبل در اینترنت موجوده. اما خب بعضی از پرونده‌ها به نسبت حالا برای بعضی از آدما دلخراش‌تر و خب ناراحت کننده ترن. من پرونده‌های جنایی زیادی گوش دادم و خودم توی کانالم روایت کردم و این پرونده یه جورایی برام واقعا اذیت کننده بود و در تمام مدتی که داشتم روش کار میکردم حس میکردم که قلبم داره درد میاد. برای همینم از قبل شما تذکر میدم چون مربوط به بچه هاست، ممکنه خب براتون اذیت کننده تر باشه. خب بریم سراغ شروع ماجرای امروز. برای شروع داستان امروز به نظرم بهترین جای اینه که بریم سراغ همون تماس اضطراری پلیس، یعنی وقتی که یک مردی با تماس اضطراری اسپانیا یعنی شماره 112 زنگ میزنه و میگه که بچه هامو گم کردم. میگه که من در کوردوبا هستم، دختر پسرمو پیدا نمی‌کنم، یکیش 2 ساله و یکیش 6 ساله. اپراتور میگه که خب کجا گمش کردی؟ اونم میگه توی پارکی که مربوط به بچه‌ها بوده و کلا خیلی خب پر از استرس و اضطراب و نگرانی بوده دیگه. حق داره، پدری بوده که بچه‌هاشو گم کرده. و اپراتور بهش میگه خب آدرس بده. بنده خدا هم اینقدر نگران بوده که کلا گیج و ویج انگار سوالا رو جواب میداده. ولی آدرسی که میده آدرس خونه پدر و مادرش بوده. میگه که بچه‌هام ساکن هلوا یا ولوا، نمیدونم کدوم تلفظ درسته، ساکن اونجا هستن، ولی این آخر هفته اومده بودن خونه پدر بزرگ و مادر بزرگشون. آدرس خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم میده، ولی خب اپراتور ازش میپرسه نه آدرس جایی که بچه‌ها گم شدن، که خب آدرس اون پارک هم میده. و خب مشخصات لباس‌ها که دخترش لباس سفید صورتی پوشیده، پسرش هم یه لباسی بوده آبی با خطهای زرد و شلواری با رنگ بژ. و خود اپراتور هم میگه که حالا اگه یه وقت بچه‌ها هم پیدا شدن لطفاً تماس رو لغو کن یا مثلا به ما اطلاع بده، و اونم میگه که اوکی. و با همین تماس یکی از طولانی ترین و رسانه‌ای ترین جستجو در تاریخ اسپانیا آغاز شد. Emergency? 1121, tell me, look. I'm in Cordoba Capital. I wanted to report that I can't find my son. One child is 2 and the other is 6 at the nearby park. What happens with the minors from the City of Children? That I can't find them. Have you lost them? Are you the father? No? Exactly. Okay, look, I'm going to take note. Calm down. Let's see. What province are you in? You told me here in Cordoba Capital or some town. No, in Cordoba Capital. Cordoba Capital, okay? What street do they live on? We are in Huelva, not Cordoba for the weekend. I know that, sir, but I need an address. Calm down. We'll finish sooner. Yes. Which neighborhood? I ask you again. El Cañero, okay, El Cañero, agreed, confirmed to me, Cordoba Capital. On Don Juan Carlos Romero, 8th Street, a house in the El Cañero neighborhood is where they spent last night. Their current location is unknown. Let's see, did they get lost in a park? What's the name of the street where they got lost? I don't know. It's in front of a park that's in front of the City of Children. But is it on the same street as Juan Carlos Romero, or where? No, it's much further away. Do you have any additional details about the park that could help the police search there? Where is that park? What street did it come from? Please ask if there is anyone on the street. Menendez Pidal, could that be the name of the street? How old are they? The boy is 2 years old, the girl is 6. Clear, I understand. Look, in principle, we immediately notify the operational services, right? Are we going to notify the local police in this case? However, also tell me a brief description. What is Ruth or Breton or Jose wearing? The girl is wearing a pink leotard and a short shirt with pink and white stripes crosswise. And the boy? A short blue t-shirt with yellowish edges and light beige pants. Okay, we'll notify operational services now, but call us back to cancel the alert as soon as you find them. بعد از تماس با 112 پروتکل اضطراری فعال شد. پلیس محلی، پلیس ملی، گارد مدنی در سراسر پارک و مناطق اطراف مستقر شدند.
یک عملیات بزرگ برای پیدا کردن 2 تا کودک شروع شده بود و خب هر ثانیه اون جستجوی اولیه اهمیت داشت. در حالی که پلیس کل اون پارک و مناطق اطراف رو داشت جستجو می‌کرد، خوزه بورتون با کوله پشتی 2 تا کودکش که توی دستاش بود اون در ورودی پارک گوشه نشسته بود و شاید همین درموندگی و نگران بودن یک پدری که 2 تا بچه‌شو گم کرده اون تصویره بود که خب اولا همه افسرهای پلیس رو وامی داشت که تمام تلاششون رو بکنن تا بچه‌ها رو پیدا بکنن و اون تصویر در کل اسپانیا انگار مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود. ساعتها گذشت و هیچ ردی از بچه‌ها پیدا نشد. هیچ کس اونا رو ندیده بود، هیچ کودکی نگفته بود که اون روز با اونها بازی کرده و هیچ بزرگسالی هم تایید نمی‌کرد که اون روز حضورشون رو در پارک دیده باشه. همه شاهدان فقط خوزه بورتون رو دیده بودن، نه بچه‌ها رو. افسرهای پلیس برای اینکه اون جستجو بی نتیجه نمونه خب هر کاری میکردن. مثلا بچه‌هایی با سن و سال و اون قد و قواره و لباسهای مشابه بچه‌ها می آوردن توی پارک و دقیقاً صحنه‌ای که مثلا پدرشون روایت کرده بود که اینجا بازی میکردن و بازسازی میکردن تا شاید برای کسی آشنا باشه، بتونن قشنگ بررسی بکنن از دید کارآگاهانه که ممکنه بچه‌ها به کدوم مسیر رفته باشن. و خب ولی هیچ کسی میگم اونا رو ندیده بود. شاید این صحنه رو بازسازی میکردن تا برای بچه‌ها و پدر و مادرایی که اونجا توی اون پارک بازی میکنن یا ممکنه از اون لحظه از اونجا گذشته باشن آشنا باشه، ازش فیلم برداری میکردن که بعداً حالا در رسانه‌ها پخش بکنن. ولی جستجو ساعتها گذشت، هیچ نتیجه‌ای نداشت و با بی نتیجه موندن جستجوها خود پلیس ها از خوزه بورتون خواستن که باهاشون به اداره پلیس بیاد تا دقیقاً لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه رو بیاد دقیق تر گزارش بده و همینطور گزارش رسمی رو خب اون مفقودی رو رسما ثبت بکنه و جزئیات خیلی دقیق تری از لباسشون، اون ثانیه و اون زمان بندیشون رو بیاد روایت کنه برای پلیس ها. به همین دلیل ساعت حدود 8:43 شب بود که خوزه بورتون همراه با پلیس ها به اداره پلیس کوردوبا رفت تا گزارش مفقودی 2 تا کودکش که به نام خوزه و روت بودن رو ثبت بکنه. اینجا یه چیزی هم بگم، اسم بچه هاشون انگار هم اسم پدر و مادرشون بود، چون اسم مادرشون روت بود، اسم دخترشون هم شده بود روت و اسم پدرشون خوزه بود، اسم بچه ها هم خوزه بود. حالا شاید پدر مادرشون اسمای میانی داشتن ولی خب خیلی انگار مشتاق بودن اسمای خودشون رو بچه‌هاشون بذارن. اولین شهادتی که خوزه بورتون به پلیس ها داد این بود که اونها اول در یک پارک دیگه بودن، ولی وقتی که اومدن وارد این پارک شدن، به محضی که اومدن توی پارک سیتی آف چیلدرن یا شهر کودکان، اون روی یکی از این میله های ورزشی نشست و بچه‌ها آزادانه داشتن بازی می‌کردن و در یک لحظه حالا بچه‌ها انگار جلوی چشاش غیب شدن و ناپدید شدن. اما یک مشکل اساسی وجود داشت که پلیسا نمیتونستن ادعای خوزه رو در این مورد این صحبتش باور بکنن، چون اون پارک کاملا روباز بود، یه پارکی بود که حتی نقطه کوری هم نداشت و اصلا امکان نداشت در یک لحظه بچه‌ها بخوان ناپدید بشن. هیچ مسیری وجود نداشت که بگیم اونا توی لحظه غیب بشن. و میگم تمام اون لحظه به لحظه‌ای که روایت میکرد و افسرهای پلیس توی پارک بازسازی میکردن، خب چه این چیزی رو نمیتونستن باور کنن. در این لحظه انگار نسخه اولیه خوزه عوض شد و روایت دیگری به پلیس ها داد. این بار گفت که من کنار بچه‌ها نبودم که ناپدید شدن، یعنی بچه‌ها در حالی که داشتن بازی میکردن من رفته بودم که ماشینم رو پارک بکنم، یعنی جای پارک خوبی برای ماشین پیدا بکنم و وقتی برگشتم بچه‌ها نبودن. باز هم انگار این روایت رو پلیس نمیتونست باور بکنه، چون بازم میگم بازسازی کرده بود صحنه ها رو و یه چیز دیگه این که اصلا هیچ کس بچه ها رو توی اون پارک ندیده بود، یعنی اونا با کسایی که تو اون پارک هم بازی میکنن صحبت کردن و هیچ کس این بچه ها رو ندیده بود. پلیس باز نمیتونست این ادعا رو باور بکنه. اما با این حال در میون همه داستان‌های در هم بر هم خوزه انگار یک حقیقتی وجود داشت. با توجه به ردیابی خطوط تلفن، خوزه ساعت 5:50 واقعا در پارک حضور داشته، ولی حالا انگار اثری از بچه‌ها نبوده. و کلا یه چیزی که از همون اول توی این روایت داستان‌های خوزه و رفتارهای خوزه برای کارآگاه‌های پلیس وجود داشته، یا بگم حس ششمشون، این که خوزه واقعا با پلیس همکاری می‌کرده،
و یک پدر درمونده و نگران به نظر می رسیده که خب همه افسرها رو تحت تاثیر قرار می داده، ولی بازم توی چشماش و توی رفتارش یک خونسردی پلیس ها می دیدن که انگار براشون غیر قابل درک بود. برای همینم باز مدام سوال پیچش می کردن و یه جورایی انگار بیشتر از یک شاهد یا یک پدر باهاش برخورد می کردن. خیلی اونو مورد سوال و این بازجویی قرار می دادن. و اینجا افسرهای پلیس به خوزه گفتن که ول کن اون لحظه‌ای که بچه‌ها گم شده، بیا کل همون روز ناپدید شدن بچه‌ها رو برای ما بازگو کن، از اول صبح ببینم شما کجا بودین و چی کار میکردین. و خوزه گفت ما اون روز همراه با بچه‌ها رفتیم خونه خواهرم و بچه‌ها با بچه‌های عمه‌شون بازی کردن. بعد همگی رفتیم سمت مزرعه لاس کمادیاس، مزرعه پدر بزرگ و مادر بزرگشون، یعنی پدر و مادر خوزه، و بچه‌ها هم با خودش به اونجا برده و بعد از اونجا اومدن راه یه پارک شدن که در اون پارک بچه‌ها ناپدید شدن. و خوزه خودش به مامورای پلیس پیشنهاد داد، گفت که اگه میدونید که مهمه، تأثیری داره یا اصلا میخواید، میتونید بریم به همون مزرعه پدر و مادرم و اونجا هم بررسی بکنیم. بعد از ارائه اون اظهارات اولیه و ثبت اون مفقودیه، پلیس همراه با خوزه برتون راهی مزرعه لاس کمادیاس شدن تا حالا ببینن اونجا چیزی پیدا میکنن یا نه. ولی کلا علاوه بر این که عده از افسرهای پلیس راهی مزرعه شدن، عده‌ای هم داشتن زندگی خود خوزه رو بررسی میکردن، چون گفتم انگار یه شکایی به خود خوزه برتون داشتن و رفتاراش برای پلیس عجیب بود. و چیزی هم که همون موقع مشخص بود که خوزه و همسرش از همدیگه جدا شدن و بچه‌ها هم پیش همسر خوزه زندگی میکردن و این آخر هفته اومده بودن که به پدرشون سر بزنن و بچه‌ها اصلا ساکن یک شهر دیگه بودن، شهری به اسم هلوا یا ولوا اگه تلفظش رو اشتباه نکنم. و الان اومده بودن آخر هفته که پیش حالا پدر و مادرشون، پدرشون و پدر بزرگ و مادر بزرگشون و حالا بچهای عمه یک بازی بکنن. خب اگه الان براتون سواله که چرا مادر بچه‌ها هنوز نیومده، خب گفتم بچه‌ها ساکن یه شهر دیگه بودن، یعنی مادرشون هم ساکن یک شهر دیگه بوده، ولی همزمان که بچه‌ها رو گم کرده بوده، اول زنگ میزنه به خواهرش، خوزه زنگ میزنه به خواهرش میگه بچه‌ها رو گم کردم، حالا خواهرش هم راهی پارک میشه و خب بعدش هم که تماس میگیرم به 112، ولی زنگ میزنه به مادر بچه‌ها روت، میگه که من بچه‌ها رو گم کردم توی پارک، چیکار بکنم؟ مادر بچه‌ها هم همزمان خودش زنگ میزنه به پلیس و راهی اون شهر میشه و الان توی مسیر بوده تا برسه به اون شهر. و حالا تا مادر خانواده در حال رانندگی برسه به اون شهر کوردوبا، جایی که بچه‌ها ناپدید شدن، و خوزه برتون همراه با افسرهای پلیس برسن به مزرعه لاس کمادیاس، ما با این خانواده 4 نفره بیشتر آشنا بشیم. ماجراشون از جایی شروع شد که خوزه برتون گومز، پدر بچه‌ها، با روت اورتیس راموس، مادر خانواده و همسر سابق خوزه، در همین شهر کوردوبا، جایی که بچه‌ها ناپدید شدن، آشنا شد. و مثل بسیاری از زوجها رابطه‌شون با امید و آینده‌ای روشن آغاز شد. در سال 2002 اونا با هم دیگه ازدواج کردند و برای شروع یک زندگی تازه به ولوا نقل مکان کردند. 3 سال بعد در 2005 اولین فرزندشون به دنیا آمد، دختری به نام روت، هم اسم مادرش. و در سال 2009 یعنی 4 سال بعد پسرشون خوزه به دنیا آمد، هم اسم پدرش. از بیرون همه چیز کاملا عادی و آروم به نظر می رسید، یه خانواده جوون با ثبات و رو به آینده. اما حقیقت در پشت درهای بسته چیز دیگری رو نشون میداد. کم کم رفتارهای عجیب و آزاردهنده خوزه برتون، پدر خانواده، آشکار شد. در خونه اون انگار یک شخصیت وسواسی و تقریباً پارانویدی از خودش نشون میداد. مثلا هنگام غذا خوردن هم گوشگیر استفاده میکرد، چون نمیتونست حتی صدای جویدن دیگران رو تحمل بکنه. به نرده ها دست نمیزد تا مبادا بیمار بشه و ترسی واقعی داشت از اینکه دیگران با لمس کردن بچه‌هاش اونا رو آلوده کنند. وسواس اون نسبت به تمیزی و کنترل حدی بیمارگونه پیدا کرده بود و با وجود اینکه خودش هیچ وقت تمایلی به داشتن فرزند نداشت، رفتارش با بچه‌ها عجیب و در تضاد با بقیه شخصیتش گاهی واقعاً مهربانانه بود. اما رابطش با همسرش روز به روز تاریک‌تر و پرتنش‌تر می‌شد.
روت اورتیز شخصیت خوزه رو اینجور توصیف میکرد: مردی خودشیفته، پرخاشگر، سلطه‌جو و لجباز، کسی که باید همه چیز رو تحت کنترل کامل خودش داشته باشه. خب شاید برای همینم بود که بعد از سالها تحمل یک رابطه کنترلگرانه و خفه کننده، رود در سپتامبر 2011 تصمیم به جدایی گرفت. اون همراه با کودکانش در شهر ولوا موندند، اما خوزه برتون که انگار قادر به پذیرش این تصمیم نبود، تنها به کوردوبا برگشت و در خانه پدریش ساکن شد. بعد از استقرار در شهر کوردوبا، خوزه برتون شروع کرد به مراجعه به یک روانپزشک. اون ادعا می‌کرد که از افسردگی ناشی از طلاق رنج میبره. روانپزشک هم 2 دارو براش تجویز کرد: موتیوال و اورفیدال، داروهایی برای کاهش اضطراب، مهار افکار مزاحم و کمک به خواب. خب بعد از ارائه اظهارات اولیه و ثبت مفقودی، ماموران پلیس همراه با خوزه برتون راهی اون مزرعه شدن. یک زمین دورافتاده میون درختان پرتقال و سازه‌های قدیمی. خب یک مزرعه معمولی به نظر می رسید، بازدیدم در ظاهر ساده و روتین بود. برتون با آرامش کامل اطراف مزرعه قدم میزد، نقاط مختلف رو نشون میداد و همچنان خب پدری نگران بود. و طبق داستانی که برتون برای پلیس تعریف کرده بود، اون حوالی ساعت 1:15 ظهر همراه با بچه‌ها وارد مزرعه شده بود. تا حدود 5 عصر هم اونجا بوده و بعد اونا رو به پارک برده، جایی که گفته شده ناپدید شدند. پلیس همون شب اولین بازرسی از مزرعه رو آغاز کرد. همزمان روت، همسر سابق خوزه برتون، مادر بچه‌ها رسید و از همون لحظه اولی که رسید گفت بچه‌ها رو یک جایی مخفی کردی، زود به من برشون گردون، زیر سر خودته. یعنی خب دیگه جلو پلیس هم این کارا رو می‌کرد دیگه. قشنگ مطمئن بود که همسر سابقش نقشی در گم شدن بچه‌هاش داره. و خب با این شکی که خود پلیس هم داشتن و این رفتار همسر سابق، الان یه جورایی مصر بودن که شاید چیزی در این مزرعه قایم شده. پلیس ها تو اون بازرسی اولیه خونه رو از بالا تا پایین گشتن تا خب بچه‌ها رو که ممکنه بود جای مخفی شده باشه رو پیدا بکنن، اما طبیعتاً هیچ اثری از بچه‌ها نبود. بعد فرضیه دیگری مطرح شد. خب ناراحت کننده بود، اما ممکن بود که بچه‌ها جایی در اون مزرعه دفن شده باشند. برای همین پلیس تک تک اون زمین رو، یعنی سانتی به سانتش رو نگاه میکرد، دنبال یک گودال تازه، یک جایی که انگار خاکش تازه شده باشه، مثل که کنده شده باشن که ممکنه بچه‌ها دفن شده باشن، که حالا ناراحت کننده بود، ولی ممکن بود مثلا بچه‌ها کشته شده باشن. اما بازم چیزی پیدا نشد. ولی میون این بررسی پلیس به یک آتیشی رسید. آتیشی که خب خاموش شده بود ولی خیلی مشکوک بود. مشخص بود که حرارت اون آتیش اینقدر زیاد بوده، بزرگتر از یه آتیش معمولی بوده، چون همون شب با اینکه پلیس رفته بوده بررسی کنه مزرعه رو، ولی حرارت اونقدر زیاد بوده نمیتونستن برن سمت اون آتیش خاموشم. تصمیم گرفتن که صبر کنن تا صبح و بعد دوباره اون قسمت رو بررسی بکنن. خب پلیس درباره این قضیه از خوزه برتون سوال پرسید و اونم گفت من چیزایی که متعلق به همسر سابقم بودم رو داشتم میسوزوندم و میخواستم که بعد از طلاق از شر همش خلاص بشم. خب این واقعا چیز عجیب به نظر نمیاد، یک توضیح احساساتی هم هست. خب خیلی ممکنه بعد از طلاق این کار بکنن، اما وقتی تو این شرایطی که 2 کودک ناپدید شدن، هر چیز کوچیک و بی اهمیتی خب الان اینجا خیلی مشکوک به نظر میرسه و واقعا اهمیت داره، و خصوصا که اون آتیش خیلی بزرگتر از این که بخواد 4 چیز بسوزونی بود. و افسرهای پلیس گفتن که همزمان که داشتی چیزای متعلق به همسرتون میسوزوندی، بچه‌ها کجا بودن؟ خوزه هم گفت بچه‌ها توی ماشین خوابیده بودن. صبح روز بعد در نهایت پلیس تونست نزدیک به اون آتیش بشه تا بررسیش بکنه. ولی شما همزمان در این لحظه تصور بکنید که خیلی از خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، خبرنگارها دم در اون مزرعه صف بسته بودن. یعنی الان اسم خوزه برتون توی کل اسپانیا پیچیده بود. هنوز هیچ چیزی مشخص نبود، ولی چون پای بچه‌ها در میون بود و خب خود پلیس شکایی داشت، مادر بچه‌ها همینجور، و خب خبرنگاریا اون پیشفرض اولیه رو هر لحظه داشتن گزارش میدادن. خب الان تمرکز پلیس روی اون آتیش بود. انگار چیزی در اون آتیش غیر طبیعی بود و میون خاکسترها هنوز ردهایی از استخوان‌های کوچک سوخته دیده میشد. همون شب خبرگزاری‌ها گزارش دادن که تو آتیش مزرعه استخوان‌هایی پیدا شدند. خب الان بدیهی بود که این خبر به سرعت پخش شد، چون همه فکر کردن که ممکنه جسد بچه‌ها پیدا شده باشه.
خب شما فکر کنید که خبر پیچیده که پدری نگران دنبال 2 بچه هاشه. عکسش در همه جا پخش شده و در همون شب گفتن یه آتیشی توی مزرعه که پلیس همراه با پدر رفته برای بررسی پیدا شده و خب استخونهایی در اون بوده. الان کل خبرگزاری های اسپانیا این خبر رو پوشش میدادن چون یه چیزی فراتر از تصور بوده که خب یعنی ممکنه اون پدر بخواد به بچه‌هاش آسیب برسونه، اونم به این طریق. برای همینم اصلا اون خبرگزاری ها نموندن که نتیجه کالبد شکافی حالا پزشکی قانونی اون کارشناس ها بیاد ببینن استخوان ها متعلق به چیه و همون شب خبر پیچیده شد. یعنی صبح روز بعد که پلیس میتونست راحت تر نزدیک آتش بشه و کلا بررسی بکنه ببینن آیا واقعا استخوان ها مربوط به بچه ها هستند، اما دیگه این خبر در سطح کشور پخش شده بود. کل خبرگزاری ها و رسانه ها در خونه اون مزرعه جمع شده بودن، مادر بچه ها هم اونجا بود، پلیس ها همراه با خوزه برتون و همه. الان انگار دیگه تیتر روزنامه ها اینجور بود که الان توی اون مزرعه استخوان هایی پیدا شده که مربوط به بچه ها ممکنه بوده باشه. اما روز بعد کارشناسای پزشکی قانونی اعلام کردن که این استخوان های انسانی نیستند، استخوان های حیوانی هستند. با این تئوری حتی این پرونده یه جورایی معما پیچیده تر شد. استخوان های حیوانی پس بچه ها نیستند. خب در ابتدا اون ماموران و کارشناسای اولیه فکر میکردن که اون استخوان‌ها ممکنه مربوط به بچه‌ها باشن. الان با یک صحنه جنایت واقعی روبرو بودند. پروتکل آغاز کردن و درخواست کردن که یک کارشناس پزشکی قانونی، کارشناس دقیق‌تری بیاد و استخوان‌ها رو بررسی بکنه. خب وقتی استخوان‌ها به آزمایشگاه منتقل شد، ازش کامل عکس برداری شد و به اون آزمایشگاه‌های مادرید ایمیل شد. اون قسمت پزشکی قانونی که مربوط به این استخوان شناسی بوده کامل اونا رو بررسی کرد و تصمیم گرفته شد که ژوزفینا لاماس برای بررسی حضوری استخوان‌ها به شهر کوردوبا فرستاده بشه و اون هم در گزارش خودش تاکید کرد که استخوان‌های پیدا شده در آتش انسانی نیستند و منشأ حیوانی دارند. طبق تحلیل اون استخوان‌ها از حیوانات مختلف بودند، هم گیاهخوار و هم گوشتخوار و حتی احتمال داده بود که برخی از اونها از جوندگان کوچیک باشند. حالا افسرهای پلیس از برتون باز توضیح خواستن راجع به این استخوان‌ها. گفتن که اصلا ما کاری به حیوانی و انسانیش نداریم. تو مگه نمیگی وسایل آتیش زدم؟ این استخوان‌ها تو این آتیش چیکار میکنه؟ برتون هم گفت که آره من لباس‌ها و عکس‌ها و وسایل قدیمی همسر سابقم آتیش زدم دیگه. همسر سابقش دامپزشک بوده و چندین عروسک حالا پارچه‌ای و عروسک‌هایی که مال حیوان بودن، اونا از دورای دانشجویی همسرش باقی مونده بوده و اونا رو آتیش میزده و خب اونا استخوان‌های عروسک ها بودند. خب این توضیحات برتون برای پلیس عجیب و یه جوری مضحک هم به نظر می رسید، ولی تحقیقات پلیس همزمان در چند مسیر داشت پیش می رفت. اول اینکه درسته که اونا اومده بودن بررسی کرده بودن مزرعه رو، چون از لحظه اول انگار به برتون شک داشتن، همسر سابقش همینطور، اما اون تعدادی افسرهای پلیس دیگه هم داشتن دوربین‌های مداربسته رو چک می‌کردن. یعنی دوربین‌های مداربسته منتهی به پارک. میگفتن که اوکی اگه واقعا ادعای برتون در این که بچه‌ها توی پارک گم شدن، ما خب بیام دوربین‌ها رو بررسی بکنیم دیگه. و دوربین‌های در ورودی پارک رو پیدا کردن و تو اون دوربین‌ها مشخص شد که برتون وقتی که داشته وارد پارک می شده، آره اومده تو اون ساعت وارد پارک شده، اما تنها بوده و حتی توی مسیر رفتش برگشت دوباره از پارک داشته بیرون می رفته، کاملا تنها بوده. اومدن گفتن که اوکی اصلا ما ول کنیم فقط پارک و بیایم دوربین‌های ترافیکی مربوط به اطراف پارک و اینکه کلا این اون مزرعه شده بود زوم اول پلیس، اون جاده بین مزرعه و پارک و همه دوربین‌ها رو بررسی کنیم ببینیم که تا کجاها بچه‌ها با برتون بودن. و اینجا متوجه شدن که توی مسیر مزرعه به پارک که برتون اومده، توی اون ماشین باز هم دوربین‌های ترافیکی نشون میدن که برتون تنها بوده، توی ماشین هم بچه‌ها باش نبودن. پس الان دوباره زوم پلیس برگشته بود روی اون مزرعه، ولی خب برتون کاملا رو حرف خودش استوار بود. یعنی هرچی که پلیس اینا رو میگفت ما مدارک جدید داریم و خب تو تنها بودیم، گفت نه من بچه‌ها با هم بودن و توی اون پارک ناپدید شدن. و با این شواهد دوربین‌های مداربستم ادعای برتون
کاملا فرو ریخت. اون پدر درمونده‌ای که تلاش داشت نشون بده نبود، بلکه مردی بود که در گم شدن فرزندانش الان دیگه دخیل بود. با این شواهد پلیس مدارک لازم برای دستگیری اون رو داشت. خوزه در ادعای خودش دروغ گفته بود. 10 روز بعد از ناپدید شدن کودکانش، خوزه برتون دستگیر شد. اول اون رو به اتهام آدمربایی بازداشت کردن، خب چون هنوز واقعا جسدی پیدا نشده بود و امید داشتن خب کودکان زنده در جایی نگه داشته شده باشن یا در خونه مثلا یکی از بستگان برتون مخفی شده باشن که ممکن بود مثلا هم دست اون باشه. در حالی که خوزه برتون در بازداشت موقت و در انتظار محاکمه بود، جستجو برای روت و خوزه ادامه داشت. مزرعه لاسکمدیاس به مرکز تحقیقات پلیس تبدیل شد. هیچ کس نمیخواست تسلیم بشه. هیچ کس قبول نمیکرد که نمیتونن حتی جسد کودکان رو پیدا بکنن. اونا معتقد بودن اجساد حداقل باید توی اون مزرعه باشد. چون خوزه وارد اون مزرعه شده بود با بچه‌ها، ولی بعدش تنهایی از اون مزرعه سوار ماشین شده و وارد پارک شده بود و بچه‌ها جایی در اون مزرعه مخفی شده بودن. در این مرحله از تحقیقات پلیس دیگه تصمیم گرفت که تمرکز خودشو از روی اون آتیش برداره، چون خیلی زومش رو اون بود. اما میگم الان دیگه چند روز از تحقیقات گذشته بود، خیلی اینو بررسی کرده بودن، حتی کارشناسی که از مادرید آورده بودن گفته بودن که خب استخوان‌هایی هم که تو اون خاکه بوده مربوط به حیوانه. پس اونا گفتن که اوکی، درسته ما هنوز زوممون روی اون مزرعه است و میدونیم که خوزه با بچه‌ها وارد اون مزرعه شده و تنهایی از اونجا خارج شده، ولی بیایم به این فکر کنیم که بچه‌ها جایی در این زمین مزرعه پنهان شدن و الان باید متخصصینی بیاریم که تو این قضیه تبحر دارن و مثلا خاکبرداری این مزرعه بیشتر تمرکز پلیس باشه. برای همین در این قسمت لوئیس آلوویال وارد صحنه شد، متخصص ژئورادار که مسئول بررسی میلیمتری مزرعه بود. وظیفه اون با ژئورادار این بود که هر گونه تغییر در زیر زمین که ممکنه نشونه یک قبر مخفی باشه رو شناسایی کنه. و نکته جالب میدونی چیه؟ وقتی که توی بعضی از اون گشتزنی ها بررسی کردن مزرعه خوزه برتون رو می آوردن، حالا شاید به خاطر اینکه ممکن بود جایی نزدیک اون مخفی شدن بچه ها می رسیدن و ممکن بود خوزه یک عکس العملی نشون بده، حتی بعضی از ترس عرق میکنن، شاید برای این می آوردن. ولی در یکی از همون گشتزنی ها که خوزه داشت بازپرس ها رو قشنگ نگاه میکرد، محققانه آروم قدم میزد، خون سردانه بهشون نگاه میکرد، یک ماشین عجیب دید، همون ماشین اون ژئورادارا، و اون تکنسیانش یعنی لوئیس آلوویال رو که دید ازش پرسید این چیه؟ و اونم خب اونا اصلا میگن مطمئن بودن که خوزه در این پرونده دخیله، در این گم شدن بچه‌هاش. گفت اون چیزیه که قراره ما تو این مزرعه باهاش بچه‌ها رو پیدا بکنیم و تو 40 سال بابتش زندان خواهی رفت. و خوزم خیلی خونسرد و آروم جوابش داد خب باشه بگردید. یعنی انگار مطمئن بود که چیزی قرار نیست تو اون مزرعه پیدا بکنند. اما بازم هیچ چیزی پیدا نکردند و ماه‌ها گذشت و هیچ اثری از روت و خوزه کوچولو نبود. مزرعه لاسکمدیاس بارها و بارها بررسی شد و هیچ گوشه‌ای برای بازرسی باقی نمونده بود. و به دلیل نداشتن نتیجه این بررسی‌ها، تلاش‌های جستجو فراتر از اون مزرعه رفت. تیم‌های غواصی پلیس رودخونه گوادالکیویر رو بررسی کردند. بر اساس نظریه‌ای که ممکن بود برتون اجساد رو در آب انداخته باشه، یعنی دیگه تو این مرحله مطمئن بودن دیگه بچه‌ها زنده نیستن، کشته شدن، فقط دیگه منتظر پیدا شدن جسد بودن انگار. روزها اونها در آب غوطه‌ور می‌شدن به دنبال هر سرنخ، لباس یا بقایای کودکان، اما دوباره هم باز چیزی پیدا نکردن. اما روت مادر بچه‌ها خب دلش نمیخواست کسی این پرونده رو فراموش کنه، هرچند اینقدر زوم خبرگزاری ها رو این پرونده بود که کسی نمیتونست فراموشش بکنه. الان دیگه جایی در اسپانیا و خب حتی پلیس های بین‌المللی و کشورهای اطراف نبود که این پرونده رو ندونن. اما روت بازم عکسای بچه‌هاش تو دستش بود، میومد باهاشون صحبت میکرد و از همون اولا با قاطعیت میگفت که کار خوزه است. روزای اول اومد پیامک‌هاشون هم نشون داد که به خوزه همون روزای اولی که 2 روز بعد از گم شدن بچه‌ها بهش پیام داده بود. اون موقع هنوز امیدوار بود که بچه‌ها زنده باشن، فکر میکرد که خوزه داره ازش انتقام میگیره و
و با جای مخفیشون کرده میخواد اذیتش کنه و حتی بهش پیام داده بود که مثلا بگو بچه‌ها کجان، به پلیس همه چیزو بگو، همکاری بکن. و خوزه در جواب گفته بوده من به پلیس هر چی میدونستم رو گفتم، اما روتم بهش گفته بوده نه تو هیچ چیزی نگفتی، تو بچه‌ها رو بردی و تو باید بهم برشون گردونی. اما الان انگار دیگه ناامید شده بود از زنده پیدا کردنشون و خب الان دیگه حداقل جسد بچه‌ها پیدا میشد یه آرامشی پیدا میکرد دیگه. ولی خوزه برتون همچنان بر ادعای خودش استوار بود که نه، من بچه‌ها رو توی پارک گم کردم. تا اون زمان تقریباً 1 سال گذشته بود و هیچ چیزی پیدا نشده بود. پرونده یه جورایی متوقف شده بود. لوئیس آلوویال همون تکنسین ژئورادار بود. میگفت من مطمئنم سانتیمتر به سانتیمتر اون مزرعه رو گشتیم. خب چیزی پیدا نکردیم. چیزی دفن نشده بود. دوباره توی ذهن خودش برگشت روی همون آتش سوزی. میگفت من نمیتونم با این قضیه کنار بیام و حس میکنم ما اجسادو داریم ولی به عنوان چیز دیگری ثبت شدن. یعنی استخوان‌های اون بچه‌ها ممکنه که خب مربوط به حیوانات نباشن و همون استخوان‌هایی که پیدا شده مربوط به بچه‌ها باشن. اینجا تصمیم گرفت چیکار کنه؟ با یکی از دوستاش مشورت بکنه. دوستش فرانچسکو اچبوریا. لوئیس اومد راجع به این پرونده باهاش صحبت کرد. فرانچسکو قبلا این پرونده رو از توی رسانه ها شنیده بود ولی خب توی جزئیات پرونده نبود، چون با شهری که زندگی میکرد کلا فاصله داشت و خب دخیل نبود توی پرونده، ولی یه چیزایی که طبق همیشه مثلا مردم شنیده بودن اونم شنیده بود. ولی اومد جزئیاتو که لوئیس براش تعریف کرد، مثلا گفت راجع به استخوان‌ها توضیحات خوزه برتون رو براش گفت که مثلا مربوط به اون عروسک‌ها این چیزا بوده. گفت همینجا صبر کن، یعنی چی مربوط به عروسک بوده؟ اولا که در عروسک ها استخوانی وجود نداره، پس همینجا مشخص دروغ میگه. و اگه اون آتیش اینقدر بزرگ بوده که میگه خیلی از وسایل همسرم بوده، یعنی لباس های زیادی بوده، نباید چندین تیکه از اون دکمه های فلزی، اون وسایل لباس توش پیدا میشد؟ و یه جورایی انگار همه چیزی که خوزه راجع به اون آتیش گفته دروغ بوده، پس شاید واقعا اون نقطه پرونده ما باشه. و چون لوئیس به اون عکس‌های استخوان‌ها که تو آزمایشگاه گرفته بودن دسترسی داشت، تصمیم گرفت که اون عکس‌ها رو برای فرانچسکو بفرسته تا نظر اون راجبش بدونه. و میدونی جالب چیه؟ فرانچسکو به محضی که عکس‌ها رو دید فقط چند دقیقه بهشون نگاه کرد و گفت که نه، اینا اصلاً استخوان‌های حیوانی نیستن، اون استخوان‌های انسانن. اون یک انسان شناس بود، کارش کلاً تحصیلاتش راجع به این بود و کاملاً خیلی زود تشخیص داد که اون استخوان‌های انسانند. و من یک مصاحبه از فرانچسکو پیدا کردم که با یکی از کانال‌های انگلیسی زبان مصاحبه کرده بود راجع به این پرونده. توضیحی که راجع به این قضایا یا مثلا عکس‌ها داد راجع به نظراتش، گفت که حتی با وجود اینکه تصاویر خیلی تار بودند، با خودم گفتم چه چیزی دارم می‌بینم؟ این مهره‌های انسانیه؟ نه تنها انسان بلکه متعلق به یک کودکه، چون یک مهره دوم گردنی دارای ویژگی خاصیه. در کودکان یک شیار وجود داره به زبان ساده که بعداً استخونی میشه و این شیار به وضوح قابل مشاهده بود حتی با وجود سوختگی. و با خودم گفتم نه دیگه تقریبا نیازی نیست حتی بیشتر بررسی کنم. I got involved in this matter somewhat by chance. I had heard about it in the media, but I wasn't following closely as it was far from where I live. But one of the investigators, after spending a year mulling over the investigation and being convinced that Mr. Breton was deceiving them, but not understanding where the key to this matter was, they consulted me, and that consultation was to talk to me a bit about the general things, about what the fire was like. I say fire because they also told me that there were some animal bones that were burned there. And why? Well, because Breton's wife, his wife was a veterinarian, and so she burned. And why? Well, because they had some stuffed animals, and so they would have burned the stuffed animals, and that's why there would be the little bones of the animals. I told him, but let's see, in stuffed animals, there are no bones. And when I started talking this way, the investigator's face changed. Because from that moment, he said, well then, is there something that is not adding up in the specific example of the bonfire? Then they were like the farm, like, are the trees that are around? And a series of other issues. But at this point, it was like this. That's when they sent me some photographs and a report from that first fire anthropology report and everything else. I noticed it was inappropriate because it had photos. And even though they were very blurry, I said, what am I seeing here? Is this tooth human?
or this vertebra that's here, this vertebra is human, but not only is it human, it's from a minor. خب این زمان هنوز دادگاه پرونده تشکیل نشده بود و خوزه توی زندان بود در انتظار محاکمه. اما با این نظریه فرانچسکو، قاضی اجازه داد تا فرانچسکو وارد پرونده بشه، یعنی بجز دیگه عکس‌ها دسترسی کامل به پرونده و همینطور استخوان‌ها رو از نزدیک توی آزمایشگاه حضوراً ببینه. و فرانچسکو یه چیزی براش خیلی عجیب بود، گفت این بقایای سوخته تا حدی به سطح کربونیزه شدن رسیدن و گفت این آقای خوزه برتون اجساد رو نه مثل یه حادثه‌ای که مثلا توی تصادف رانندگی یه چیزی آتیش میگیره یا یک آتیش سوزی مثلا ناگهانی و تصادفی، بلکه با مهارتی و عمدی سوزونده شده و سوختگی باعث تخریب شدید و کوچک شدن هر بخش آناتومیکی شده بوده. یعنی قطعات استخوان‌ها به اندازه دندون شده بودن، اینقدر سوخته بودن. اما با این حال مثل قطعات یک پازل بودن و وقتی اونها رو کنار همدیگه میذاشتی کاملا مشخص بود که شبیه یک کودکه. کاملا برای من واضح بود، یعنی میگفت من هیچ شکی ندارم، 100% مطمئنم که این استخوان‌ها مربوط به کودک هستند. و الان خود فرانچسکو علاوه بر نظر خودش تمام اون عکس ها و چیزایی که در دست داشت برای چندین همکار متخصص دیگه هم فرستاده بود و همه گفته بودن که نظر ما هم همینه که اینا مربوط به استخوان‌های بچه‌هایی در حدود 2 تا 6 ساله. چه جالبه، همسن همون روت و خوزه کوچولو، پس انگار کودکان واقعا در همون آتیش سوزونده شده بودند. در این مرحله فرانچسکو گفت باید خودم اقدام بکنم، چون واقعا این کلید مدرک جرم بود. به همین دلیل اون مستقیما با وکیل روت اورتیز مادر 2 تا کودک تماس گرفت و تمایل کامل خودش رو برای همکاری اعلام کرد. فرانچسکو پیشنهاد داد که با عنوان کارشناس جنایی در دادگاه شرکت کنه و گزارشی مستقل تهیه کنه تا گزارش پلیس قبلی که ادعا کرده بود استخوان‌ها حیوانی‌اند رو رد بکنه. و این خبر مثل بمب در سراسر اسپانیا ترکید که چی؟ که واقعا بچه‌ها در همون آتیش سوزونده شده بودن. بسیار وحشتناک و ناراحت کننده بود که یک پدر چطور ممکنه این کار با بچه‌های خودش بکنه. اینجا قاضی پرونده با اینکه کارشناس‌های دیگه هم اومده بودن ادعای فرانچسکو رو تایید کرده بودن، ولی گفت بذار به طور رسمی ما یک کارشناس سوم رو بیاریم، یک کارشناس جنایی، یک انسانشناس و دیرینه‌شناس متخصص و ماهر که به خاطر کارهاش خیلی معروف بود. اونم تایید کرد که بله، استخوان‌ها مربوط به کودکان 2 تا 6 ساله هستند. دیگه انگار جای شک نمونده بود. در نهایت دادگاه در ماه جون سال 2013 آغاز شد، یعنی تقریباً 2 سال بعد از اون اتفاق. یه جورایی یکی از مورد انتظارترین محاکمه‌های اون سالهای اخیر اسپانیا بود. جلوی دادگاه تمام خبرگزاری‌ها صف کشیده بودن، ریز به ریز حرکات داخل دادگاه رو فیلم برداری می‌کردن ببینن واکنش خوزه برتون چجوریه. ولی یه چیزی که بود، خوزه و وکیلش هنوزم میگفتن که نه، اون آتیش ربطی به بچه‌ها نداره. و یه چیز دیگه که اینجا خب خیلی مهمه، این که اولا از اون استخوان‌ها درسته که میگفتن مربوط به کودکان 2 تا 6 سال است، اما متاسفانه به دلیلی که اونقدر سوخته بودن نمیشد ازشون تست دی ان ای گرفت. و الان وکیل این ادعا در دست داشت که شما نه جسدی دارید و نه تست دی ان ای. و اون کارشناس در لحظه اولم گفته که اون استخوان‌ها مربوط به حیواناتن. خب خوزه برتون هم که کاملا اونو رد می‌کرد، میگه من بچه‌هامو توی پارک گم کردم. الان دیگه همه منتظر بودن که دادستانی میخواد چه جور جرم خوزه برتون رو ثابت بکنه. اما دادستان دست پر اومده بود، چندین شاهد آورده بود و یک بیانیه آغازین کامل رو به هیئت منصفه نشون داد و کل ماجرا رو از چند روز قبل تعریف کرد که چطور ماجرا اومده به روز جنایت و خوزه یک قتل از پیش تعیین شده رو انجام داده. دادستان اظهار داشت که خوزه برتون از همون سپتامبر 2011 درست بعد از اینکه روت به اون گفت قصد جدایی داره شروع کرده به طرحریزی جنایت. و از نظر دادستان گام اولش تهیه کردن دارو برای بیهوش کردن کودکانش بوده و خوزه در 29 سپتامبر 2011 به یک داروخونه در کوردوبا رفت و داروها رو خرید. یعنی تقریبا حدود 7-8 روز قبل از جنایت. یعنی از نظر دادستان اون از روزها قبل به اون جنایت فکر می‌کرده. و برای کسایی که توی داروخونه کار میکردن، اون فقط یک بیمار عادی بود که برای اضطراب دارو میگیره. و
وقتی بخش داروی نقشه کامل شد، برتون سراغ مرحله دوم رفت. چطور میتونه اجساد رو بدون باقی گذاشتن کوچکترین اثری از بین ببره؟ خب اون میخواسته کوچکترین احتمال لو رفتن رو از بین ببره. به همین دلیل به افراطی ترین و بیرحمانه ترین راه ممکن فکر کرد: تبدیل اجساد کودکانش به خاکستر. برای این کار بین 15 سپتامبر تا 7 اکتبر 2011 اون در مزرعه خانوادگی لاس کمادیاس شروع به انباشتن هیزم کرد. اما هیزم کافی نبود، اون به سوخت هم نیاز داشت، اون هم مقدار زیادی گازوئیل. خرید این سوخت‌ها کاملا استراتژیک و برنامه‌ریزی شده بوده. برای اینکه جلب توجه نکنه خریدها رو در چندین نوبت انجام داده. تمام اون خریدها ثبت شده و تاریخشون دقیقه. 19 سپتامبر اولین خرید 49 لیتر گازوئیل، تنها یک هفته بعد از اینکه روت به اون گفته بود قصد طلاق داره. 29 سپتامبر خرید دوم 70 لیتر، درست همون روزی که برای گرفتن داروهایی که با اونها بچه‌ها رو بیهوش می‌کرد به داروخونه رفته بود. 3 اکتبر خرید سوم 76 لیتر. 7 اکتبر خرید چهارم 75 لیتر. خب این مشخص مقداری غیر عادیه، اما برای نقشه‌ای که اون در ذهن داشت ضروری بود. دادستان اینجا اضافه کرد که میخوام روی خرید 7 اکتبر تاکید کنم. اون این خرید رو صبح همون روزی انجام داد که قرار بود بچه‌ها رو از اون شهری که با مادرشون زندگی میکرد برداره، همون روزی که مرحله نهایی طرح هولناک اون آغاز شد. بعد از جدایی روت اورتیز و خوزه برتون روی یک توافق حضانت به نتیجه رسیده بودند. روت حضانت اصلی رو در طول هفته بر عهده داشت. بچه‌ها در شهر ولوا زندگی می‌کردند، مدرسه می‌رفتند، دوستان و روتین خودشون رو داشتن. خوزه برتون هم حق داشت هر 2 هفته یک بار از جمعه تا یک شنبه کودکان رو نزد خودش داشته باشه. اون در زمان مقرر میرفت دنبالشون، بچه‌ها رو برمی‌داشت و با خودش به کوردوبا خانه پدریش می‌برد. دادستان ادامه داد: میرسیم به جمعه 7 اکتبر 2011. مطابق توافق اون آخر هفته نوبت خوزه برتون بود که کودکان رو نزد خودش داشته باشه. برای همین صبح جمعه برتون وارد شهر شد تا روت و خوزه رو برداره. اما قبل از رسیدن به خونه روت اون به پمپ بنزین رفت و آخرین 75 لیتر گازوئیل رو خرید. خب الان اینجا مشخصه روت داره میره دنبال بچه‌هاش توی شهر دیگه، چرا باید دوباره 75 لیتر گازوئیل بخره؟ کمی بعد حدود ساعت 3 بعد از ظهر برتون وارد شهر ولوا شد. در اونجا کودکان رو تحویل گرفت و راهی کوردوبا شد. وقتی رسیدن روت و خوزه ابتدا مدتی رو در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریشون گذروندن. بعد به خونه کاتالینا برتون گومز خواهر خوزه برتون منتقل شدن، جایی که بچه‌ها با خنده و بازی در کنار پسر عمه و دختر عمه هاشون وقت می‌گذروندن. در همون زمان که بچه‌ها در خونه عمه‌شون مشغول بازی بودند، خوزه برتون تنها به مزرعه لاس کمادیاس رفت تا آخرین جزئیات جنایتی که هفته‌ها در ذهنش بوده رو تکمیل بکنه. روز شنبه 8 اکتبر 2011 در ظاهر روزی کاملا عادی بود. برتون به خواهر و برادرش کاتالینا و رافائل پیشنهاد داد که بعد از ظهر رو در همون پارک شهر کودکان سپری بکنن، پارکی در کوردوبا که بچه‌ها میتونستن در اون همراه پسر عموها و دختر عمه‌ها و عموها بازی بکنن. اما این برنامه قرار برای عصر شنبه بوده. صبح شنبه برتون بچه‌ها رو به خونه خواهرش برد و چند ساعتی اونجا موندن. خواهر و شوهر خواهرش برای خرید بیرون رفته بودن. برتون با بچه‌ها، حالا بچه‌های خواهرش هم اونجا بودن، تنها بود. در ظاهر خب اوکی بود همه چیز، هیچ مشکلی هم نبود. خانواده حوالی ساعت 1:30 ظهر از خرید برگشتند. شوهر خواهر برتون و بچه‌ها رو به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش برد تا خوزه بتونه ماشین خودش رو برداره، چون ماشین خوزه برتون تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگ بوده، نه اون مزرعه. اونا مزرعه کلا متروکه بوده، اینجور نبود که هر روز برن اونجا. در این لحظه برتون به مادرش گفت که برای نهار نمیمونه، چون قراره که با یکی از دوستای خودش نهار بخوره. اما یک دروغ حساب شده بوده، چون می‌خواسته همون ظهر از خونه برن سمت مزرعه، مثلا دیگه بچه‌ها رو اونجا به قتل برسونه، بعدش بیاد راهی پارک بشه، ولی قبل از این که خواهر و برادرش برسن به پارک بگه بچه‌ها گم شدن، که در نهایت حالا پلیس بیاد تو اون پارک رو جستجو کنه و خب یک دلیل قانع کننده داشته باشه. اما اون بعد از ترک خونه مادرش نمیره سمت نهار با دوستاش، با بچه‌ها میره سمت مزرعه لاس کمادیاس.
و دادستان بر این باور بود که توی طول مسیر از اون داروهای خواب‌آور برتون به بچه‌ها داده و توی ماشین رسما بیهوش بودن. شاید خب براش سخت بوده که خب بچه‌ها گریه بکنن و در حین مثلا حالا التماس به پدرش باشه تو چشاش بخواد نگاه بکنه بچه‌ها رو بسوزونه. برای همینم میگفت که با این داروهای خواب‌آور اونا رو بیهوش کردی که عملی کردن این کار براش سخت نباشه. اینجا خیلی جالبه. ساعت 1:48 دادستان میگه اون لحظه اون 3 نفر توی مزرعه بودن، ولی همون موقع برتون با شماره روت مادر بچه‌ها تماس گرفته، اما روت تماس و جواب نداده بوده. حالا نمیدونم اون لحظه میخواست چی بگه، این همیشه برای جای سوال میمونه چون برتون اصلا راجبش صحبت نمیکنه، ولی خب انگار که حالا جواب ندادن مادرش هم هیچ تأثیری در عملی کردن نقشه نداشته، ادامه داده. ولی شاید هم میخواسته تهدیدش بکنه، شاید میخواسته آخرین خداحافظی بکنه، شاید ممکنه اگه جواب میداد یه چیزی میگفت که از عملی کردن اون فکرش، ولی نه، اون هفته ها قبل برنامه‌ریزی کرده بوده، کاملا خونسردانه به این توی ذهنش فکر میکرده. جواب دادن مادرش تأثیری فکر نکنم در عملی کردن اون نقشه داشته، ولی به هر حال روت مادر بچه‌ها اون تماس بی پاسخ رو ندیده بوده. البته دادستان میگه احتمالاً شاید میخواسته با اون تماس ممکنه که مادر بچه‌ها رو به اون مزرعه بکشونه و کلا 3 تاشو با هم بکشه و یک انتقام کامل بگیره، ولی انگار رو جواب نداده و خب نقشش عملی نمیشه و اون 2 تا بچه‌ها رو میکشه. اون عصر وقتی بچه‌ها در ماشین تحت تاثیر داروی بیهوشی بودن، اون یک توده آتش واقعی ساخت. هیزمی که هفته‌ها بین چند درخت پرتقال پنهان کرده بود در نقطه دور از دید، در میان درختان اجساد رود و خوزه رو روی هیزم‌ها گذاشت و با یک میز فلزی واژگون شده پوشوند، مثل کسی که انگار می‌خواسته کوره سوزوندن اجساد خودش رو یا چیزی کوره دستی درست بکنه و حدود 80 لیتر گازوئیل روی هیزم ریخت. اون رو آتیش زد و خیلی زود شعله‌ها به جهنمی واقعی تبدیل شد و دمای آتیش به اون درجه‌ای رسیده بوده که واقعا همه چیز رو بلعیده بوده، لباس، گوشت، مو، تنها چند قطعه استخون و دندون باقی مونده بودند، تیکه‌هایی که بعدها برای بازسازی این جنایت هولناک حیاتی بودند. و جالب‌تر چیه که برتون حالا هر جوری بوده صحنه رو ترک نکرده، یعنی از ساعت 1:30 اینا که رفته بوده وارد اون مزرعه شده تا ساعت 5:30 عصر هم کنار اون آتیش مونده. و دادستان اینجا گفت که بعد از ارتکاب جنایت و سوزاندن اجساد برتون وارد فاز دوم نقشش میشه، یعنی دیگه الان بچه‌ها وجود نداشتن. با برادرش تماس گرفت که همراه بچه‌ها نزدیک پارک شهر کودکانه. برتون اینجا کمی صبر میکنه به اندازه که حالا داستانش کمی قابل باورتر باشه. دوباره ساعت 6:18 عصر با برادرش تماس میگیره، اما اینجا با صدای لرزون و عصبی که بچه‌ها رو گم کردم. و برادرش هم خیلی سریع خودش رو میرسونه به پارک. بعدش هم که به همسرش زنگ میزنه و جالب اینجا بوده که به همسرش میگه بچه‌ها رو گم کردم، حالا اتفاقی افتاده، چی کار بکنم؟ که دیگه بعدش هم به پلیس زنگ میزنه و ادامه ماجرا. اینجا دادستان برای ثابت کردن ادعاهاش چندین شاهد آورد. از جمله این شهادت‌ها 3 تا کارگر از یک پمپ بنزین در شهر ولوا بودن که اونا شهادت دادن که توی بازه‌های مختلف خوزه برتون اومده ازشون سوخت تحویل گرفته. شاهدای دیگه که بودن 12 کارشناس جنایی، از جمله همون کارشناس اولی بود، ژوزفینا لاماس. اون اومد گفت که من اشتباه کردم، استخوان‌ها بله الان با بررسی بیشتر متوجه شدم که استخوان‌ها مربوط به انسانن و کودکان. یعنی دیگه الان کارشناس‌های جنایی هم اومدن تایید کردن که استخوان‌ها مربوط به کودکانه. و از جمله اون دلیلی که خوزه گفته بود توی پارک دوربین‌های مدار بسته اومد. توی دادگاه نشون داده شد که اون اصلا تنها اومده، دوربین‌های ترافیکی که در حین رانندگی تنها بوده، هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداشت. فقط توی دادگاه میگفت که نه من بچه‌ها رو توی پارک گم کردم، ولی هیچ چیزی نداشت که بخواد ثابتش بکنه. خود فرانچسکا اومد توی دادگاه شهادت داد، توضیحات کاملش اومد ارائه داد. Firstly, two things that are a problem that has no solution from a forensic point of view. One is to establish the medical cause of death, and the other to try to demonstrate identity through DNA tests. I said in my report that the level of heat makes it impossible, as it has consumed all the organic part of the bone, to extract DNA. Therefore, despite the necessary attempt, DNA extraction has not been successful. Apart from this, what I'm saying is that in the evidence that I analyzed on August 14th, there are remains of 2 people, which are minors, specifically about 6 and about 2 years old. And from here, well, the remains have been burned with soft parts in that bonfire. And then
I think I would have to read my last conclusion, but well, more or less I am going to say that from a reasonable point of view, in the reasonable. I interpret that those children have been burned in that bonfire. و همینطور دادستان چندین روانپزشک آورد و اونا صحبت کردن که گفتن از دید ما، حالا من نمیدونم این چطور ممکنه، واقعا آدم تا روانی نباشه، اختلال روانی نداشته باشه، این دست به این کارا نمیزنه بچهای خودش آتیش بزنه. ولی روانپزشکا گفتن که این آقا از اختلال روانی هم رنج نمیبره، یعنی اون چیزایی که بگیم 1% اسکیزوفرنی داشته باشه یا نشونه‌های اختلال روانی نداره و این داروهایی که می اومده پیش متخصص خودشو میزده افسردگی، به خاطر اینکه بیاد نقشه شومش رو عملی بکنه، یعنی کم کم متخصص براش از این داروهای افسردگی بنویسه و از اونها استفاده کنه برای بیهوش کردن بچه‌هاش. اما چیزی که انگار بیشتر از حالا افرادی که توی دادگاه، میلیون ها نفری که شاهد این دادگاه بودن و تحت تاثیر قرار میداد، میگفتن نگاه سرد و خالی از احساسات و انسانیت خوزه برتون بوده. اون در تمام طول دادگاه ساکت، آروم، گهگاهی خیره به زمین دادگاه بوده، گهگاهی و خیره مثلا به وکیل، حالا به قاضی و همینجور سرشو برمیگردونه، ولی یک بار هم چشمشو بر نگردون یه جوری که نگاهش به نگاه روت مادر بچه ها بیفته. از نگاه کردن به اون خودداری میکرد و نگاهاش هم یه جوری انگار ترسناکه، بعضی جاها واقعا تا انگار میدید دقایقی اصلا پلکم نمیزد، ثابت نگاه میکرد و در هیچ لحظه‌ای فرو نریخت، گریه نکرد، اعتراف نکرد، عذرخواهی نکرد. کلاً در طول دادگاه میگفت من بچه‌امو توی پارک گم کردم. هیچ وقت نظرش عوض نشد و خب تیم دفاعیش هم هیچ چیزی نداشتن، فقط روی این قضیه که خب دی ان ای ندارید از اون استخوان‌ها، هیچ مدرکی ندارید، جسدی نیست و فلان و این چیزا. خب این نمیتونست قانع بکنه مردمو و خب قاضی و هیئت منصفه رو. در نهایت دادگاه با همه شاهدها و گفته‌ها شنیده به پایان رسید و تیم هیئت منصفه رفتن برای شور و مشورت تا رأی خودشون رو صادر کنن و وقتی برگشتن کاملا قانع شده بودن که خوزه برتون گناهکاره و اون محکوم شد به جرم قتل فرزندانش با تشدید جرم به دلیل نسبت خونی. به 40 سال زندان محکوم شد، 20 سال برای هر کدوم از فرزندان. 40 سال کم نیست، ولی انگار همه مردم اسپانیا اینجا بودن که خب هیچ چیزی رو نمیتونه جبران بکنه، نه اون بچه ها رو به مادرش برمیگردونه و نه عمر و اون آینده‌ای که قرار بود حالا هر چیزی که بود بچه ها داشته باشن رو برمیگردونه. یه نکته قابل توجه اینه که اگه جرم الان اتفاق میافتاد، نه سال 2011، شاید یک حکم حبس ابد واقعی میگرفت خوزه برتون، ولی اون موقع توی قانون اعمال نمیشد حکم حبس ابد و انگار بیشتر این چیزی که میگرفته همین بوده. و یکی از دلایلی که من اومدم این پرونده رو کاور کردم علاوه بر این که واقعا دردناک بود، این که کمتر از 1 سال پیش دوباره افکار اسپانیا رو تکون داد پرونده خوزه برتون، چون مشخص شد که این آقا گفته من میخوام کتابی در این باره بنویسم. انگار حدود 60 نامه به نویسنده‌ای به نام لوئیس مارتین میفرستاده، کسی که قرار بوده یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های اسپانیا رو بنویسه و تو اون نامه ها هم به اون کاراش اعتراف کرده، یعنی قتل بچه‌ها رو گردن گرفته. علاوه بر اعترافش جزئیات کامل افکارش از هفته‌ها قبل همه رو بازگو کرده و تو اون نامه ها گفت که از سپتامبر 2011 و درست زمانی که همسرش روت اورتیز تصمیمش برای طلاق رو اعلام کرد شروع به برنامه‌ریزی قتل کرده بوده و گفت که احساس میکرد انگار یک هیولا وارد ذهنش شده بوده، خواب نداشت، آرامش نداشت و فقط به این فکر میکرد که بعد از طلاق چه بر سر بچه ها میاد. بر اساس ادعای خودش نمیتونست تحمل بکنه که کودکان در خانواده مادری بزرگ بشن، چون اون خانواده رو سمی میدونست. اما وحشتناکترین بخش نامه ها جاییه که درباره اجرای نقشش صحبت میکنه و میگه هیچ اطلاعاتی رو جستجو نکرده و از جای الهام نگرفته، همه چیز در ذهنم بود و 2 شرط برای خودم گذاشته بودم، یکی این که بچه ها بدون درد و رنج بمیرن و 2 این که اجسادشون پیدا نشه. بدون جسد جنایتی وجود نداره، این رو در هر رمان پلیسی هم گفتند. گفت داروها رو داشتم، هیزمم در مزرعه بود، فقط باید گازوئیل می‌خریدم. قرص‌ها رو خرد کردم، در آب و شکر حل کردم و به اونها دادم و قبل از اینکه بدنهاشون رو روی آتش بگذارم مطمئن شدم که نفس نمی‌کشن، یعنی اونها قبلاً مرده بودند با همون داروها و نمیدونستن چه اتفاقی قراره بیفته. به من اعتماد داشتن، هیچ ترسی، هیچ دردی و هیچ رنجی رو تحمل نکردند.
انگار گفته‌هاش خیلی شبیه به حرفای دادستان بود که از روزها قبل، هفته‌ها قبل داشته برنامه ریزی می‌کرده. و میدونی این جنایت برای مردم، اون انگیزه واقعی جنایت، وقتی که این صحبت‌ها، این نامه‌ها اومد بالا، دوباره این خبرها راجبش صحبت می‌کردم، میگم افکار عمومی رو ترکونین که یک جنایتی که در لحظه عصبانی شدند، آنی، خشم ناگهانی، یک اتفاق اینجوری نه، کاملاً حساب شده و در خونسردی کامل بوده. یعنی میگه حتی سرچ هم نکردم، توی ذهنم اومد که اوکی بسوزونمشون، حالا قبلش قرص بدم بهشون تا مثلا تو خانواده سمی مادریش بزرگ نشه. اصلا خیلی وحشتناکه. و همه اینطور بودن که نه، تو نمیخواستی این کار بکنی، تو فقط میخواستی انتقام از مادرشون بگیری. اینقدر خودخواه بودی که چون اون از تو جدا شده بود میخواستی انتقام بگیری و میدونستی که هیچ دردی بدتر از درد از دست دادن فرزند نیست و میخواستی اینجوری که حتی جسدشون هم پیدا نکنه راحت دیگه بالاترین انتقام از مادرشون گرفتی. در صورتی که اون تو نامه‌اش میگفت نه، من هیچ مشکلی با طلاق نداشتم، من این قضیه که بگم به خاطر انتقام بوده، نه این کارو نکردم. و گفت چرا باید اصلا انتقام میگرفتم، من مشکلی با طلاق نداشتم، راحت جدا شدیم، فقط تنها چیزی که ناراحتم میکرد ناپایداری آینده فرزندانم بود که نمیدونستم چه بر سرشون بر آینده میاد. برای همین تصمیم گرفتم که بکشمشون و جسدشون رو به بدترین شکل ممکن از بین ببرم که دیگه خیالم راحت بشه که آینده هیچ مشکلی براشون نمیاد. چی میگه؟ اصلا دلم میخواد خفش بکنم، خیلی اعصابم خورده. گفت من اونا رو به خاطر بی‌صبری کشتم. نیاز داشتم تا اون وضعیت تموم بشه، تا اون شک و ابهام‌های توی سرم از بین بره. یک هیولایی وارد سرم شده بود که نمیذاشت بخوابم، نمیذاشت چیزی بخورم و اصلا نمیذاشت فکر کنم. تمام فکر و ذکرم این شده بود. از نظر همه این اعتراف خیلی دیر بود و معلوم نبود واقعا با واقعیت تطابق داشت یا نه اون انگیزه هاش. از نظر همه این اعتراف مترادف با پشیمانی نبود. شاید به خاطر اون مزایای قضایی توی زندان اعتراف کرده، شاید به خاطری که بتونه یک کتاب چاپ کنه و خب یک شهرتی به دست بیاره. و از نظر همه اینطور بود که همون حکمی که توی دادگاه حرف دادستانی که میگفتن برای انتقام به همسرش بوده خیلی درست بوده و اینجا میگفت نه، انتقام نبوده، اما از نظر خیلی از مردم و کسایی که این پرونده رو از نزدیک بررسی می‌کردن، حتی کارشناسای حقوقی، که این اعترافش هم شاید یک آسیب دیگه‌ای به همسرش بوده و یه جورایی میومد تو رو مقصر میدونست. خانواده همسرم یک خانواده سمی بودن و من دلم نمیخواست بچه‌ها پیش اونا بزرگ بشن، اومدم این کارو کردم. در ظاهر میگفت نه، من برای انتقام به همسرم نیستم، ولی حتی اعترافش هم میگفتن یک آسیب دیگری برای همسرش بوده، همسر سابقش البته، ببخشید. اما از زمانی که صحبت‌هایی راجع به انتشار کتاب مطرح شد، خیلی جنگ و جدال و بحث‌هایی به پا شد و روت اورتیز تمام تلاششو کرد که نذاره این کتاب چاپ بشه. اون میگفت که قاتل فرزندان من اجازه نداره برای خودش بیاد با این کتاب درآمدزایی بکنه، بیاد مشهور بشه و حتی اصلا اجازه صحبت کردن راجع به اون افکار کثیفش رو تو اون کتاب داشته باشه و نمیخوام از قتل فرزندانمون برای اون جلب توجه عمومی استفاده بکنه. نمیدونم الان چاپ کتاب در چه مرحله، آیا در آینده بتونه کتابو چاپ کنه، ولی حداقل اینو میدونیم که اون ناشری که قرار بود این کتابو چاپ بکنه از این قضیه منصرف شده. حداقل از سوی ناشر فعلا کتاب چاپ نخواهد شد. پرونده خوزه برتون بیشک یکی از سردترین، بی‌رحم‌ترین و برنامه‌ریزی‌ترین اون جنایت‌هایی بود که من دیدم. ناراحت شدم. 2 بچه معصوم واقعا به هیچ دلیلی زندگیشون از دست دادن و خب این پدر علائمی از اسکیزوفرنی هم نشون نمیداد که بگیم حالا این بیماری هم داشته. اکثرا کسایی که اسکیزوفرنی دارن بعید نبوده این کارا رو بکنن. تو اون پرونده دیدیم مثل قاتلا با این پیش زمینه روانی، اما هیچ چیزی ثابت نشد و از نظر خیلی از روانپزشکا هیچ اختلال روانی هم این آقا نداشته، ولی یک آدم روانی بیرحم پشت اون نقاب آروم و معمولی مخفی شده بود که دیدیم دیگه چه کاری ازش برمی اومد. تقریبا 1 سال همه رو بازی داد تا جرمش اثبات شد. خیلی خونسرد نقش بازی میکرد، هرچند همه هم نمیشد بگیم خوزه برتون بازی داد. اون اشتباه متخصص پزشک قانونی و اون انسان شناس بود که اصلا کلا مسیر این پرونده رو به یه سمت دیگه برد، اونم نمیشه نادیده بگیریم. اما خدا رو شد که کارشناس فرانچیسکو اومد و نقشش تو این پرونده به نظرم خیلی مهم بود، چون اصلا به یه مسیر دیگه رفت و طبق همون گفته خوزه برتون اگه این ثابت نمیشد پرونده میرفت به دادگاه، نمیشد از این استخونها دی ان ای گرفت. اولا که میگفتن حیوانی، اصلا دی ان ای هم میگرفتن که ثابت نمیشد
و اینکه نه جسدی بود و طوری که خودش میگفت تو فیلم‌های پلیسی دیدم وقتی جسدی نباشه جنایتی ثابت نمیشه، راحت میومد بیرون. شاید معلوم نبود بعداً سر مادر بچه هم یه بلایی می آورد. ولی خب الان باید سالهای سال حداقل توی زندان بمونه، هرچند هیچ حکمی نمیتونه جای اون بی‌عدالتی که در حق بچه‌ها افتاد و در حق مادرشون رو جبران بکنه. چون یه چیز دیگه هم که بگم سخته این که بچه‌ها از کسایی آسیب دیدن که انتظار بیشترین مهر و محبت رو دارن. از پدر و مادر این آسیب رو ببینی خیلی دردناکتره. خب پرونده امروزم تا همینجا بود. دوست دارم نظرتون رو بدونم، توی کامنت ها با شما هستم. طبق معمول همیشه اگر روایت این پرونده رو از زبان من دوست داشتید ممنونتون میشم که لایک و کامنت و شیر یادتون نره، دست خودتون رو میبوسه دیگه. و اگه شما هم اولین باره که یه ویدیو تو کانال من ببینید، من اینجا پرونده های جنایی کاور میکنم. اگه شما به این مسیر علاقه‌مندید خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید، اما اون زنگوله کنارش هم بزنید تا به محضی که من ویدیو آپلود کردم شما با خبر بشید. تا یک پرونده جنایی دیگه مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.